تازه ازدواج کردیم. امشب اولین رابطه ایشون بوده. الان خونریزی دارم. داستان فیلم درباره این دختر و پسره که خیلی همدیگر رو دوست دارن و با هم رابطه داشتن، اما پسره دست گل به آب داده. بزرگوار ناشی بود و زده دل روده دختره رو تا ما تحت پاره کرده. دختره غریبه و تو این شهر دانشجوه. الانم در به در این بیمارستان و اون بیمارستان میرن که بلکه بتونن گندی رو که زدن جمع کنن. با ما همراه باشید تا ببینید ما تحتشون چه جوری به فنا میره تا بتونن این گند رو جمع کنن. به کانال موویلند خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم ایرانی ناپدید شدن. در ابتدای فیلم این ماشین رو میبینیم که تو خاکی پارک کرد و دختر پسر دارن با هم دیگه درسای دانشگاه دختره رو کار میکنن. البته درس تنظیم خانواده، اونم به صورت عملی. خلاصه میزنن و پرده مرده رو به باد میدن. چند ساعت بعد همون ماشین جلوی بیمارستان دختره رو که اسمش سارا بوده پیاده میکنه. دختره میره داخل و به پرستار میگه من یه مشکلی پیش اومده. اتفاقی برام افتاده. یکم خونریزی دارم. عزیز دل به دروغ میگه منو دزدیدن. سوار تاکسی بودم، شب بود، هوا هم تاریک بود، پیچید تو جاده خاکی و درارم رو قفل کرد و بهم تعرض کرد. پرستار میگه باید خانوادت بیان و سارا الکی با برادرش تماس میگیره تا برادرش بیاد. دکتر برای معاینه اونو میبره اون پشت مشتا، میگه پاهاتو بده بالا ببینم چه بلایی سر نانوزت آوردن. برادر قلابی از راه میرسه و بهش میگن به خواهر تعرض شده. اونم قاطی میکنه و میگه من شهر رو به هم میریزم. بعد از یکم شلوغ کاری که میکنه میره پیش دختره. سارا بهش میگه خیلی بد فیلم بازی کردی، همه شک کردن. و اینجا ما میفهمیم که این شازده برادرش نیست و در واقع دوست پسرشه. این بزرگوار همون چاغال ناشیه که زده لایه اوزون رو سوراخ کرده. دکتر بهشون میگه که خونریزیت بند نمیاد و حتما باید بری اتاق عمل تا جراحی بشی و میخواد براش پرونده تشکیل بده و بفرستدش پزشک قانونی، که سارا جان ترسیده و به بهانه دستشویی فرار میکنه، چون اگه بره پزشک قانونی دردسرش دوتا میشه. سارا با اون پسر چاغال ناشی که اسمش حامده میرن به یه بیمارستان دولتی دیگه. خانواده سارا خیلی متعصب و سختگیرن و اگه از این قضیه بو ببرن خشتک پسره رو میکشن رو سرش. پسر این بار به سرپرستار میگه این زنم و شب اول ازدواجمون بوده، من وارد نبودم و الان ایشون یکم خونریزی داره. سارا رو میبرن اتاق معاینه و پاها رو میده بالا تا بررسی بشه. بهشون میگن اینجور که تو زدی جرواجر کردی حتما باید جراحی بشه و باید عقدنامه یا شناسنامه‌تون هم باشه. از اونجا هم میرن بیرون و این بار به بیمارستان خصوصی میرن. خانم دکتر جدیدم میگه نظر منم جراحیه. پسره میگه ما با این عجله‌ای که اومدیم شورت هم نپوشیدیم، چه برسه به این که عقدنامه بیاریم، شما عملش کنین تا بعداً ما مدارکو بیاریم. که بهش میگن داداش جون خر خودتی، اول مدارک. وقتی میبینن این طفل معصوم ضعف کرده و داره از دست میره یه سرم بهش میزنن. حامد تصمیم میگیره ما تحتشو تنگ کنه و بره حقیقتشونو بگه. اون همه واقعیت رو تعریف میکنه اما سرپرستار بازم قبول نمیکنه و حامد دوباره مجبور میشه با سارا از اونجا هم بزنن به چاک. ساعت 4 صبح سارا به دوستش رها زنگ میزنه. رها هم توی مهمونی تشریف داره. اونا میرن به محل مهمونی دیدن رها. رها میگه یه دکتر هست که یه مطب خصوصی داره و اونجا میدوزنت راحت میشی. یعنی چیزه سرپای عملت میکنن. اونا میرن در مطب و حامد همون چاغال کنگلابی هم پشت سرشون میاد، اما هر چی زنگ میزنن دکتر درو باز نمیکنه. رها جان با یکی از دوستاش به اسم بهار که دانشجوی سال 3 پزشکی تماس میگیره و نیم ساعت بعد بهار با دوست پسرش سر میرسه. بهار فشار سارا رو میگیره و میبینه خیلی پایینه. به چاغال میگه آقا حامد ببخشید ولی تو که بلد نیستی گوه میخوری که با دختر مردم میری رو کار، زدی داغونش کردی. بهار میپرسه که آمپول کا بهتون زدن؟ دختره میگه نه چیزی نزدن، که میرن داروخونه تا یه آمپول کا بگیرن، که میگن بدون نسخه نمیشه. حامد میگه داداش تو رو خدا اضطراری لازم داریم، که بهار میاد و کارت دانشجویی پزشکیشو نشون میده و با پارتی بازی هم که شده آمپول رو میگیرن و تزریق میکنه. رها، بهار و دوست پسرش که دیگه نمیتونن کاری کنن میرن خونشون و این دوتا عزیز دل با هم تنها میمونن. آخ که دلم برای این طفل معصوم تو این موقعیت کبابه. یکم بعد رها تماس میگیره و میگه دکتر رو پیدا کردم، سریع برین مطبش. دکتر مطب یه مرده و میگه هزینه عملم 3 تومنه، که حامد خانم 700 تومن بیشتر تو کارتش پول نداره. سارا هم 1.5 پول شهریه دانشگاهشه، کلاً 200 دارن.
اونا میخوان گوشی موبایلشون رو گرو بذارن، اما دکتر جان که اصلا به قیافش نمی اومده ولی انصافا دمش گرم، مرام و معرفتی دیگه گوشی رو نمیخواد و میگه همون 200 کافیه. دختره رو میبره تو اتاق و عملش میکنه و براش نسخه مینویسه. بعد از عمل اونا حتی یک کلمه هم با هم حرف نمیزنن. توی راه سارا همش داره فکر میکنه که حالا از این به بعد چه گلی باید به سرم بریزم. از شانس چاغال جان وسط راه توی اتوبان روی پل بنزین تموم میکنن. داداش تو شانست ریدن، از شانس تو بو ان میاد. حامد نصف شبی میره که بنزین گیر بیاره. آره خجسته، حتما هم گیر میاری این وقت شب. وقتی برمیگرده میبینه جا تر و بچه نیست. سارا خانم رفته. سارا جان هر جا رفتی خدا پشت و پناهت، خوب کردی در رفتی. این چاغال جان ناشیه، بار بعدی میزنه لاپاراتومی لازم میشی. و همون جور که از اسم فیلم پیداست سارا ناپدید شده و رفته. امیدوارم هیچ دختر خانومی تو همچین موقعیتی نیفته. لایک به همتون تا ویدیو بعدی. فعلا.